لفلو رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ناحیه توچک‌آباد می‌باشد. نسبت واقعی در بدخشان رخ داده من چنین اظهار می‌نمایم که هر یک شخص در پیش قانون جوابگر می‌باشد. هر شخصی گناهکار یا که گناه کرده باشد یا که گناه نکرده باشد در پیش قانون این را معین می‌کند. همین را گفتنی هستم که مردم بدخشان باید که به دسترس‌بازی با اغواگری آدمان بیگانه راه ندهند. آن چیزی که قانون معین کرده است قانون خودش حل میکند. بنابراین از مردم بدخشان خواهش التجا میکنم که نسبت آن شخصانی که در بیرون وطن ایستاده مردم ما را به اغوا می‌دازند به اینها باور نکنند، چون که اغواگر این خودش از اولاد ابلیس میباشد. بنابراین ما هممون تاجیک هستیم و در پیش قانون یک جا جوابگر هستیم و در اساس قانون در گرد اطراف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای معظم ملت متحد شده صادقانه به وطن و دولت خود باید ما خدمت نماییم.